سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو جلسه قبلی در مورد مبحث حذف زارعیه و اینکه چه روش‌هایی داره، اینکه دو روش داره و یه روشش بدون رعایت ترتیبه، یه دونه هم با رعایت ترتیب عناصر هستش صحبت کردیم. به صورت تئوری توضیحش دادیم، کدش هم البته تریس کردیم. اما طبق حالا رسم کانال، طبق حالا اون رویه کانال، تو این جلسه میریم سراغ کدنویسیش توی محیط ویژوال استودیو با سی پلاس پلاس خودمون. قبل اینکه بریم سراغ شروع آموزش، اگه این اولین ویدیویه که داری از کانال من تماشا میکنی، ممنون میشم که سابسکرایب کنی و حالا میتونی بری داخل کانالمون سایر ویدیوها رو ببینی. ویدیوهای دیگه هم راجع به ساختمان داده گذاشتم و درسای دیگر هم قراره بذارم. یعنی الان که دارم ضبط میکنم این جلسه رو، درسای دیگر هنوز نذاشتم ولی تو برنامه‌ام هست که درسای دیگه‌ای که مربوط به مهندسی کامپیوتر میشه رو آموزش بدم و بذارم، هر کدوم که تا الان یاد گرفتم. بریم سراغ آموزش. من میام اینجا یه دونه حالا آرایه تعریف کنم از اون اینت به اسم آ و تعداد خونه‌هاش رو هم میذارم 8 تا. آکولات رو باز میکنم و یه سری مقدارها رو بهش میدم. حالا مثلا این مقدارها رو داشته باشه، بقیه‌اش هم میذارم خودش پر کنه یا بذاریم پرش کنم. اینجا اینم از این، یه دونه خالی میمونه که اونو دیگه خودش پر کنه. اما متغیر بعدی که یوبی باشه، یوبی رو ببینید نیاز نداریم، من اینجا دیگه تعریف نمیکنم، توی این برنامه نیازش نداریم، تعریفش نمیکنم. یه دونه n رو نیاز داریم. nمون برابر چنده؟ nمون برابر با 6 و همون دلایل ایندکس و اینا. و بذاریم من اینجا ادامه بدم. یه دونه هم ایندکس میخوایم. حالا یه دونه سی اوت کنه اینکه اینتر ایندکس. خب میدونم از لحاظ گرامری خیلی مشکل داره این جمله، ولی مهم نیست. بعد از کاربر مقدار اون ایندکس رو بگیره، اون خونه‌ای که میخواد ازش یه چیزی رو پاک بکنه، اون مقداری که داخلش رو پاک بکنه. این الان این کدی که دارم مینویسم برای روش اوله، یعنی بدون رعایت ترتیب عناصر. چیکار میکنه؟ الگوریتمش چجوری بود؟ میاد جایی که یعنی اون خونه رو از کاربر میگیره، اون خونه‌ای که قراره مقدارش پاک بشه، به جای اون مقدار خونه آخر رو میاد میذاره. بعد حالا یه دونه خانه‌ای رو کم میکنه. پس حالا بیاد چیکار بکنه؟ مقدار خونه ایندکسوم از آرایه آ رو برابر با مقدار خونه ان اوم از آرایه بذاره، آخرم بیاد خانه‌ای رو یه دونه کمتر بکنه. منها مساوی 1 داریم برای اینکه درکش راحت‌تر باشه برای اون دسته از بچه‌هایی که حالا تازه سی پلاس پلاس کلا برنامه‌نویسی رو یاد گرفتن. من اینطوری بنویسم. این کل کد مربوط به این روشه. میبریمش داخل اون سایتی که قبلا رفتیم، پایتون توتور. داخل اون به صورت ویژوالایز ببینیم کد رو. لینکش هم مثل همیشه داخل دیسکریپشن میذارم. خب اینجا گفتم سین نمیتونیم داشته باشیم، یعنی سین رو نمیگیره از ما. چش میام ایندکس رو میدم مثلا خونه شماره 2، بیاد خونه شماره 2 رو هرچی مقدار داخلش هست رو پاک بکنه، یعنی اون یه مقداری که داخلش هست رو پاک بکنه، یه چیز دیگه جاش بذاره. تبلیغات رو ببندم. نکست. اری رو تعریف میکنه، ایندکس رو تعریف میکنه. خب الان یه دونه برگردم عقب ببینیم چه اتفاقی افتاد اینجا. الان اینجا مقدار خونه دوممون 10 و خونه ششم رو مقدار اینو باید بیاره بذاره اینجا.
خب اگه من نکس بزنم 23 جایگزین این دهه میشه، اون دهه دیگه پاک میشه و یه دونم خانه‌مون کمتر میشه تا خونه پنجم میخونیم. چرا تا خونه پنجم میخونیم؟ چون دیگه این 23 رو داریم تو آرایه، ما 2 تا 23 تو آرایه نداشتیم. پس دیگه میگه آقا هر دیتایی بعد خونه پنجم بود به درد ما نمیخوره، جزو دیتای ما نیست و دیگه لازم نیست بخونیش و نمایشش بدی. حالا هرچی. بریم سراغ روش دوم. توی روش دوم ما این دیگر فعلا پاک میکنم، میایم وارد یه حلقه فور میشیم، یه اینت آی تعریف میکنم برابر با ایندکس میذارمش که از ایندکس اینت او اینت آی تعریف کنم که از ایندکس شروع بشه تا زمانی که آی کوچکتر مساوی با n منهای 1 بود ادامه بده و آی رو یه دونه اضافه بکنه. وارد بدنه حلقه میشیم. تو بدنه حلقه میگیم خونه آی از آرایه آ رو برابر با خونه آی به علاوه 1 انجام بده که نه، یعنی برابرش قرار بده. خب حالا این دستوره چی کار میکنه؟ این دستوره میاد دونه دونه همون کار شیفت به چپ رو انجام میده، میاد با همون ترتیب یه دونه مقدارا رو میاره این طرف سمت یعنی چپ، میاره این طرف و باعث میشه که اون مقداری که میخوایم پاک بشه و عناصر با رعایت ترتیب بیان عقب‌تر. به هر حال ما نمیتونیم تو آرایه یه خونه رو اون وسط خالی بذاریم، بگیم مثلا دیگه رسیدی به این خونه ببر او رو مثلا خونه بعدترش این یکی رو نخون. باید به ترتیب پر شده باشه و به ترتیب خونده بشه. این از این. بعد که کارش تموم شد میگیم یه دونه خانایی رو کمتر کن. کد رو من کپی میکنم میبرمش اینجا، پیستش میکنم، این سین رو باز بر میدارم، ایندکس رو میذارم 2. اینجا راحت تر توضیح دادنش، اینطوری بهتر میشه توضیحش داد و بهتر متوجه میشین که داره چه اتفاقی میافته. ایندکسمون برابر 2، یعنی قرار این مقدار 10 از اینجا پاک بشه و این 17 6 21 و 23 به ترتیب بیان اینجا قرار بگیرن، یعنی اینجا بشه 17 6 21 و 23، یعنی هر کدوم یه دونه شیفت به چپ انجام بده. خب وارد حلقه فور میشیم، آیمون برابر 2. پس دستور داخل بدنه حلقه بعد چیکار بیاد انجام بده؟ بیاد تو خونه دوم مقدار خونه سوم رو قرار بده، یعنی 17 بیاد جای 10. خب میبینید که 17 کپی شد جای 10 و 10 پاک شد. الان که ما 2 تا 17 نداشتیم تو آرایمون، 10 پاک شده درسته ولی 2 تا 17 ما نداشتیم داخل آرایمون. پس باید این شیشه بیاد جایگزین این 17 بشه که این 17 اضافی هم پاک بشه. تو مرحله بعدی شیشه رو جایگزینش میکنه. حالا ما 2 تا 6 نداشتیم، پس این شیشه هم باید 21 جایگزینش بشه. خب تو مرحله بعدی 21 جایگزینش میشه. بازم ما 2 تا 21 که نداشتیم که، پس 23 باید بیاد جایگزین 21 بشه و به این ترتیب اون 10 پاک شد و اون عناصر بعدیش با رعایت ترتیب اومدن یه دونه عقب‌تر و خلاصه اون 10 از بین رفت، ترتیب هم رعایت شد. کارمون تو بدنه حلقه تموم میشه و خب دیگه 2 تا 23 نداشتیم. از اونجایی که یه چیزی از آرایه حذف کردیم باید قاعدتا تعداد داده های آرایه کمتر بشه. پس کمتر که شده پس ما خاناییمون هم یه دونه کمتر باید بشه، یه دونه کمتر باید بخونیم. پس n رو اون خاناییمون رو یه دونه کمتر میکنیم و خب nمون میشه تا 5، یعنی تا خونه شماره 5 رو میخونه دیگه. بعد این براش مهم نیست. این از حذف از آرایه بود، کد نویسی حذف از آرایه.
امیدوارم که خوشتون اومده باشه و خوب متوجه شده باشید. اگه متوجه نشدی حتما یه بار دیگه ویدیو رو نگاه کنین و اگه بازم متوجه نشدین که جایش واقعا مبهم بود، توضیح نداده بودم، خوب توضیح نداده بودم یا هر چیز دیگه، حتما تو کامنت ها از من بپرسین. حتما سعی میکنم هر چه زودتر جوابتون رو بدم. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین. اگه هم کانال رو سابسکرایب نکردین حتما سابسکرایب کنید. اگه خواستین و زنگوله رو هم فعال کنید که به محض اینکه ویدیویی گذاشتیم مطلع بشیم. ممنون از همراهیتون. تا جلسه بعدی، خداحافظ.